بیش از 40 دختر از مرکز نظامی تعلیمی وزارت دفاع فارغ شدند. برید جنرال لالجان ظهیر قماندان این مرکز روز یکشنبه در مراسم فراغت این افسران گفت په دې باندې یقین لرم چې په آینده کې به د دغه تولید منصبانو څخه په ډېرو لوړو پوستونو کې چې کلیدي او رهبري پوستونه وي دوی سهم وي. در این حال دخترانی که از این مرکز فارغ شدند تعهد کردند که از کشور خود حفاظت میکنند. از جمع آنان سامع قاسمی و حمیده ما جمع‌زا ما مختیم، بعدا بعضی چیزهای دیگه سیاه خواندیم و انداخت کردیم و موفق شدیم. دغدغه‌نامه گرفتیم و ما با مردم افغانستان وعده میدیم که خدمت میکنیم و دشمن را سرنگون کنیم. وعده میدم که به کشور خود صادقانه خدمت کنم و از خواهرای دیگر رو خودم خواهشمندم که به این پروسه بپیوندم، به کشور خود خدمت کنم و پهلوی برادران پهلو به پهلو با هم دیگر به خدمت کنم به این کشور. این افسران دختر به مدت 30 ماه در بخش‌های مختلف در مرکز تعلیمی و نظامی کابل آموزش دیدند. قبل از این نیز صدها افسر از این مرکز فارغ شدند که به اساس معلومات مسئولین مرکز نظامی تعلیمی وزارت دفاع همکنون آنان در بخش حفاظت کشور نقش گسترده دارند.